سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام طراحی چشم رو بهتون یاد بدم. چشمی که از روبرو هست، از 3/4 یعنی همون سه رخ هست و چشمی که از حالت نیم رخ هست. خب برای ترسیم چشم یک دایره بکشید. دایره یا همون یه گوی منظورمونه، یعنی منظورمون از دایره گویه، چون که چشم اصطلاح کاسه چشم یا حدقه شنیدید. پس یه گویه، یه فرم، فقط یه فرم دو بعدی مسطح نیست. خب قطراشو میکشید، بعد داخلش 2 تا دایره دیگه بکشید برای عنبیه چشم. خب تو قسمت اگه به چشم ها هم نگاه بکنید، قسمت بالایی مثلا پلک بالایی یه مقدار رو این عنبیه رو پوشونده، ولی قسمت پایینی باز هست، یعنی کلش مشخصه تو اکثر چشم. حالا فرم چشم ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، حالا اینا دیگه. بعد این پلک بالایی هم به اندازه همین عنبیه. چیزی که باید توجه کنید اینه که این فرم همش به یه فرم سه‌بعدیه که قراره که یه حالت به این صورت و به این صورت که حرکت میکنه. شما باید متوجه باشید که این فرم داخل یه گوی قرار گرفته که این قسمت ها به این سمت حرکت کرده، اینم به این ور این گوی حرکت کرده و این پلک بالایی این قسمت اکثرا تیره تر هست و من اینو پاک کنم. خب این قسمت اکثرا تیره تره و میتونیم پلکو یه مقداری بهتر طراحی کنیم. اکثرا توی پلک پایینی هم به این صورت هستش. حالا من سریع دارم طراحیش میکنم و پلک بالایی هم و پلک های پایینی هم و اون افتادگیه. شما جهت هاشورایی که میزنید اگه به چشمم نگاه کنید، از این قسمت حالت فرو رفته داره به این صورت. جهتش رو بهتر اینطوری، این اگه بخوایم هاشور بزنیم این بخش رو به این صورت و این فرو رفتگی به این صورت نشون میدیم. این قسمت هم همینطور. پس اینو یه فرم دو بعدی نگاه نکنید، این یک فرم سه بعدیه و حجم داره به این صورت. حتی این بخش هم اکثرا یه سایه از چشم میفته. حالا من با سایه بهتون نشون میدم این بخش رو. خب میتونیم یک صفحه دیگه باز کنیم، اینو یه مقداری من کنم، از روش دوباره اینو میکشم بهتون نشون به این صورت. بخشایش رو تیره تر کنید، یه بخشایش رو خیلی ظریف تر، مثلا این پایین پلک رو خیلی ظریف باید طراحی بکنید. موجای پایین کوتاه‌تر از موجای بالاست دیگه. اینا جزئیاتیه که باید بهش دقت بکنید. به چهره ها اگه زیاد نگاه بکنید متوجه خیلی از جزئیات در چشم میشید که به طراحی بهتون کمک میکنه به این صورت. اینجا هم ابرو قرار میگیره. خب اگه بخوایم یه مقداری به این
سایه بزنیم که یه خود فرم بگیره، میتونیم از همین رنگی که داریم، همینطور که بهتون گفتم چشم، حالا این قسمت رو رنگ میکنم. اکثرا تو چشم ها این قسمت یه سایه‌ای داره، سایه پلک بالایی میفته پایین. بعد این قسمت های کناری رو یه مقدار همیشه رنگ میکنیم به خاطر اینکه میخوایم این فرم کروی بودن رو نشون بدیم که از اینجاها تیره تره، میاد به وسط رنگ کمتره. این فرم به خاطر اینه که میخوایم این حالت بگیم که این یه شکل کرویه. سایه هم به ما تو این مسئله خیلی کمک میکنه. سایه هایی که زیر چشم زده میشه، سایه های بالای چشم، روی پلکا، اینجا فرو رفتگی پلک هاست به این صورت. مقدار تیره ترش میکنم، قسمت سایه‌اش رو بازم تیره تر میکنم. فکر کنیم جهت تابش نور از این بره، یه مقداری با نور هم میتونیم اینجا یه بازیایی انجام بدیم. خود تمیزتر بزنم این هاشو. خب همونطوری که گفتم فکر کنیم جهت تابش نور از این بره، یه رنگ سفید برمیداریم، یه مقداری کوچیک‌تر میکنم سایز براشمون. خود با نورم بازی کنید این فرم پیدا میکنه. بعد میتونیم مقداری روی موجه هاش کار کنیم دیگه. من توی خیلی جزئیاتش نمیرم ولی خیلی میشه روش کار کرد. این برای طراحی چشم از روبرو. برای طراحی چشم از 3/4 همون دایره رو میکشیم. خب دوباره این دایره رو، این قطرش رو که میکشیم، ولی اینجا این خط مرکزی رو، ولی ما فکر میکنیم که جهت نگاه این فرد، این چشم به این سمته. خب برای طراحی چیز اینجا جنبیه رو میکشیم، یه بیزی میکشیم تقریبا. بعد همونطور که گفتم پلک بالایی یه مقدار از جنبیه چشم رو میگیره و پلک پایینی هم به این صورت. یه مقدار اینو باید بیزی تر طراحی کنیم چون میخوایم که یه فکر کنید یه گویه که چشم داره به این سمت نگاه میکنه. این چشم داخل این گوی هست به این صورت. حالا من جزئیات اینا دیگه نمیکشم. برای چشمی که از نیمرخ هست دوباره به این صورت و دیگه حالا به این صورت چشم به این صورت تو این قسمت قرار گرفته. به این صورت طراحی ما فقط این بخش از چشم رو میبینیم. خب برای طراحی لب لبی که از روبرو هست به این صورت یه دونه به علاوه بکشید. بعد تو این قسمت قسمت پایینی 2 بیزی بکشید. قسمت بالا یه دایره بکشید، دایره کوچیک‌تر، چون اکثرا لب بالا کوچیک‌تر از لب پایین. بعد اینجا یه دونه 7 بکشید. اینجا هم همین فرمی که اینجا هست یه مقداری به شکل 7 مانندی میشه و اینجا تقریبا یه فرم اینطوری.
لب بالام زیاد کوچیک نشد، میتونستیم بیاریم پایین تر. میکنم بیاد پایین تر فرم بهتری میگیره. خب مقدار اینو بیاریم پایین. به این صورت. با چند تا شکل فرمش رو میتونید در بیارید. این لبیه که از روبرو دیده میشه. بعد این بخشای لب اکثرا تیره تره، یعنی وقتی میخواید هاشور بزنید، سایه بزنید، این بخشای لب تیره تر میشه، چون میخوایم ما حجم رو نشون بدیم دیگه. خب لبی که حالا حالت سروخ باشه، این همین کاری که انجام دادیم و انجام میدیم اینجا، ولی این بیزی که اینجا کشیدیم اینو کوچیک‌تر میکشیم، تقریبا نصف این، و همون کاری که انجام دادیم و برای این لبم انجام میدیم، ولی نکتهش اینه که بخش کوچکتری این قسمت قرار میگیره. تقریبا 1/3 این بر. اگه این لب و چیز در نظر بگیرید، این 2 برابر این قسمته. میدم یه لبی که برای حالت سرخ هستش، این تمام رخه. حالا لبی حالت نیم رخ هست، به این صورته. همون دایره رو میکشیم، فقط یکی از اون بیزی ها رو میکشیم. شروع میکنیم طراحیش کردن. این صورت. حالا دیگه این قسمت ها اون سایه زدنه که خیلی کارو در میاره، این فرم و حجم لب رو نشون میده، که اگه بخواید اونا رو هم بهتون آموزش میده. نکته بعدی در مورد آموزش بینی هستش. بینی رو یه مستطیلی در نظر بگیرید که این بخشش که سوراخ‌های بینی قرار میگیره، خود مرتب تر بکشم به این صورت. این بینی داریم، بینی رو از تمام رخ میبینیم به این صورت. اینم بازم اگه خط تقارنشو بکشیم خیلی بهمون کمک میکنه. این جلوی بینی هست، سوراخ‌های بینیه. این در واقع انگار فکر کنید که 2 تا دایره اینجا هست. اگه بخوام دوباره بکشم، تصور کنید که حالا اون قسمت ها برای اینکه حجمش رو متوجه بشید، حجم بینی چه شکلیه، این بهتون خیلی کمک میکنه. هم برای سایه زدن، که با سایه زدن چجوری حجم رو در بیارید. مثلا دیگه سایه رو اینطوری نمیزنید برای بینی. این دایره هم بهتون کمک میکنه که حجم بینی رو متوجه بشید. به این صورت. این قسمت بالای این، اگه یه فرم دایره و گویی تو و جلوی بینی در نظر بگیرید، این قسمت بالش، اینم تیغه بالایی بینیه که به این صورته و ما هاشورا رو اینطوری میزنیم که مشخص کنیم این قسمت بالاترین بخش بینیه و این قسمت همینطوری همیشه نور بیشتری میخوره بهش، همیشه تو نور پردازی و قسمت هم بقیه. بعد برای سایه پایین بینی هم این 2 قسمت رو اگه به هم وصل کنید، این قسمت هم سایه پایینی بینی میشه. این بخش ها هم اکثرا هاشور میخوره چون پایینه، نشون میده که این قسمت های پایینی بینی هستش. تقریبا به این صورت.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آموزش ها. اگه نظری دارید و پیشنهادی دارید بهم بگید تو